اسلام یا از سلم یا از سلم گرفته شده است و هر دو معنای سلم و سلم یعنی سلامتی، یعنی صلح، یعنی محبت. اسلام خودش همین صلح جز از این چیزی دیگری نمی باشد. اولا قرآن میگوید برای مسلمانان های مسلمان بهترین گزینه برای زندگیت صلح است. اگر میخواهی زندگی بهتری داشته باشی بیا قدم در بین خود قدم به صلح بگذار که این بهتر است از جنگ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والصلح خیر. سوره نساء آیه 128. والصلح خیر یک جمله است اما خیلی عظیم. مردم مؤمنین مسلمان با شما صلح بهتر است، برید به طرف صلح. ببینید برادران، نماز را پیغمبر خدا به خاطر صلح تأخیر میکند. پیغمبر خدا به زندگیش نماز را تأخیر نکرد، اما به خاطر صلح محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را تأخیر کرد. این چیز خوردی نیست برادر. و ما آماده هستیم به اعلان اومد. اگر مرا میبرید تا فردا به هر جایی که میخواهید ببرید، من در خدمت شما برادران به خاطر آوردن صلح در بین کسانی که نزاع دارند در طالقان تا فردا محاضر 100% در خدمت شما میباشم. اسلام دین رحمت و محبت و دوستی با انسانها و با حیوانات و با زمین و با آسمانها و با الله و رسولش. اسلام این چنین است. اسلام این است. به شمول علمای خصوصا در رأس علمای کرام، بزرگان ما، استادان پرانتون ما، اهل قلم ما، اهل فکر ما در قلم خود، در مقالات خود، در همه چیز اعلان کنند، بنویسند وحدت، صلح، امنیت. هیچ چیز متاسفانه نیست. زمانی که وحدت نبیاید، صلح نبیاید، در فضای صلح انتخابات شود انشاءالله هر کس که بود گوش جانش. اسلام دین صلح است، اسلام دین امن است، اسلام دین امان است، اسلام دین آسایش است، اسلام دین برابری و مساوات است. این دین را چنین بشناسید. مریم دختر عمران را قرآن مجید نمونه دیگر پیش میکند، میگوید و مانند مریم باشید. مریمی که بنده خاص خدا و صاحب کرامت بود. چنین باید باشند بندگان من. یک از ما و شما میبینیم دوز زنش را میبرد. چنین شد؟ شنیدیم. یکی از ما و شما میبینیم گوشهای زنش را میبرد. یکی از ما و شما این درست نیست برادر. هم او را هم فرزندش را یک نشانه عظیم بشریت قرار دادیم. حضرت مریم علی نبینا و علیه السلام بدون از شوهر خدا برایش فرزند داد. عجیب نیست برادران؟ خیلی بزرگ است، خیلی کرامت عالی است. شوهر نداشت. الله میگوید از آسمان از طریقی که ما میدانیم خود به خود برایش فرزندی دادیم. فرزندش کدام فرزند است؟ سبحان الله. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام. خراب کردن وطن پول ما برادر عزیز خراب است، پلچک ما خراب است، سرک ما خراب است، مکتب ما خراب است. سبحان الله. این را کیا میکنند؟ این را اکثریت جوانان ما میکنند. جوانان ما این پدیده در وجودشان پیدا شده است. به جای اینکه این وطن را آباد کنند و به آبادی وطن گام بردارند، وطن خود را خودشان خراب میکنند. دوستان قرآن چه میفرماید؟ میفرماید هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها. این پیام را من از طریق این تلویزیون، از طریق شما
به غرب و شرق دنیا میگویم که قرآن به ما چنین میگوید این دین ماست، گمان نکنید که دین ما دین خراب کردن است. میفرماید هو انشأکم من الارض، خدا شما را از این زمین پیدا کرده است، و استعمرکم فیها، و آبادی زمین را به دوش شما گذاشته است. مسلمان باید زمین را آباد کند، مسلمان باید به انسانها و به انسانیت خدمت کند، مسلمان باید در آبادی دنیا نقش داشته باشد. و خدا در این ولایت‌هایی که بیشتر جنگ است، نه این ولایت‌های جنوبی، زمانی که شما اگر بروید مکتب غیر فعال است، مدرسه متاسفانه غیر فعال است، درس خواندن نیست، و همین اساسی که درس و تعلیم نیست جنگ به اوج خود رسیده است. روز به روز زیادتر شده می شود. نقش جوان این است که همت بگمارد و بخوان، دین را بخوان، طب را بخوان، انجینری را بخوان، ساینس را بخوان. من از همینجا به تو میگویم اگر به نیت آبادی وطن ساینس بخوانی، خدا اون مقام را میدهد که برای علمای دین برای تو میدهد. این وطن را من و تو باید آباد کنیم.